سنس خواستی به هیچکی اینو نگو. یه سنس آوردم که هر کی ببینه فکر کنه چیتری. فقط مال خودته، فقط خودت میتونی باشد بزنی. اینو به رفیقات که خیلی باد صمیمی خسیس اسفونی بازی در نمیاره اینو حتما بهش نشون بده که وقتی که بهش نشون بدی اونم مثل تویت بزنه. حالا یه دست بهتون بریم نشون بدم مثلا عشق کنه با این سنس. با این سنس همه تیرات هده. تضمین خودم. نتونستی بزنی فقط کامنت ها بگو نتونستم. خودم برای 110 جم میزنم. حالا نه یه الکی بینید نتونستم. حتما نظرتو بگو. هدش 100 بچه ها. ای بابا گوشی داره پیامک. راستی بچه ها خواستم یه رباتی پیدا کردم. این رباته نزده مال هم جم و اینا. خواستم یه ویدیوش هم کنم تا بهتون نشونش بدم که وقتی که بهتون نشونش بدم مثلا باش عشق کنید. مثلا با یه جمی رایگان یه چیزی. بعد این ربات خودش چیزی دلیل امکان کرد بشه. ربات چند تا چیز اوزشی و اینا همشون مربوط چی تو اینا بود. برای همین هنوز دارم کارشون میکنم. اگه بچه دیدم 1% روی اکانت فیکم امتحان میکنم. اگه دیدم شد حتما بهتون میگم جیمو بگیری و لذت ببری. چون اصلا این سنس خداست. مثلا میبینی هد فوله. تو هم که داری وان تمرین میکنی این سنس فقط مال خودته. من که میدونم تو هم خیلی بازیت خوبه و پلیری وان پلی میدی. پس اینو حتما امتحانش کن. دوستا ولی مخصوصا مال امپیچل و ایناست. ولی شما امتحان نکنید چون که امپیچلش چیتر مانندی و اینا شاید اکانتتون یه بلک لیستی یه جایی بره. یعنی یه جوریه. همه یخها رو کشتم. بچه اصلا دیدی؟ ای بابا این پینگ گوه فرید. نمیدونم چی شد؟ چجوری مردیم؟ من اصلا نزد. اگه نه رفیق من زدم. پینگ بده. بچه بعدش دنبال یه برنامه میگردم پینگ تو اصلا یه خیلی فولی ببر بالا. اندازه درصد پینگ مثلا پینگ راحت بشه 73 و اینا که راحت ترم بتونی باش پلی بدی. اکروش ناسکی میزدم اشد. تو این سنسرم که براتون بودم مال شاتو امپیچل دیزر اسنایپ روش اصلا امتحان نکنید که اصلا نمیخوره. یعنی میتونی 150 تا 150 تا ولی انتظار هد اسنایپ ندارن تا اگه کاراکتر داشته شی. این داشون حالا ببینی میخوری فقط. تو میبینی حالا که ما به اینجا رسیدیم حالا به این گانر هم باشه امتحان کنیم. اسنایپش مثلا قفلیه خیلی بده. ببینی در این حده بمیرم. با هزاران تلش بالاخره ما رو زد.
قفلی مفلیه این اسنایپش. امتحان نکن. میدونم اسنایپ پلیر اینا دوست دارید حتی اسنایپ پلیرشین، ولی نه زیاد روتون تأثیری نداره. ولی اونایی هم که خیلی اسنایپ پلیرن و این داستانا، یه سنس اسنایپ براتون میارم ایزی، یعنی هد. فکر کردم اینجا بسته است. امیدوارم این عربه که یارمه حتما سنسو بگیره. ماشاءالله. آیدیشو بگیرم برای سنسو بفرستم. مطمئنی میتونی؟ دوستان ولی این سنس هم دی پی آی داره و دکمنتیر داره که الان بهتون میگم. دی پی آی دکمنتیرشو کنه 45، دی پی آی هم کنه 470. ای بابا پینگم 470. بعد دی پی آی هم 470 باشه. این چه میشه؟ دکمنتیر هم 45 که ایزی بزنی. شانس هم نداریم. هرچی دم دستشونو پرد ما هم پرد کنیم. بیا خدایی اونجا بود. پس اینم بگیر. بیرون. گو خوردم. میبینی ایزیه سنسش، مخصوصا شاتش. شات دولولو بردار فقط بزن. سری بازی رو تمام کنیم ویدیوی زیادی طولانی نشه، به شما هم سرتون درد نگیره. ببینی نخود اینم شد تک نکنم. میگی چه ربطی داشت؟ خودم هم نمیدونم. ماشاءالله. خواهم خالی کنم. من هده دوستان. اینم از این سنسی بود که من براتون امروز آوردم. همینجوری که مشاهده کردید اینجوری دیزرتش و اینا. امیدوارم ازش خوشتون بیاد. بریم سراغ نشون دادنش. بچه سنسمون اینه، همینجوری که مشاهده میکنید. اولی 154، دومی 133، سومی 200، چهارمی 200، بعد دو تا آخری هم 50. اینم بقیه تنظیماتمونن که چیز خاصی نیست. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده. مراقب خودتون باشید. فعلا.